مشهورترین بازی اون جام رقابت مقابل کره شمالی بود که بعد از حذف ایتالیا لقب طوفان زرد رو گرفته بود. پرتغال 3-0 عقب بود، اما اوزبیو با 4 گل پیاپی تیمش رو برگردوند. یکی از باور نکردنی ترین بازگشت‌های تاریخ جام‌های جهانی. به اینا 11 قهرمانی لیگ پرتغال، توپ طلایی سال 65 و بیش از 700 گل رسمی در دوران حرفه‌ای رو هم اضافه کنید. وقتی در سال 2014 از دنیا رفت، پله گفت من برادرم رو از دست دادم. اون میگفت اگه من بهترین بازیکن دنیا بودم، اوزبیو نزدیکترین نفر به من بود. حالا به مناسبت بزرگداشت اوزبیو 60مین سالگرد گرفتن توپ طلاش، پوما یک کیت ویژه برای تیم ملی پرتغال طراحی کرده که عمدتاً مشکی با جزئیات طلاییه. این کیت ویژه رو تیم ملی پرتغال در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 در مقابل تیم ملی ارمنستان به تن میکنه. روی یقه این کیت نوشته شده پلنگ سیاه. این لقب رو مطبوعات ایتالیایی در دهه 60 بعد از بازی بنفیکا مقابل میلان بهش دادن. اشکای پلنگ سیاه بعد از باخت جلوی انگلستان اما هنوز روی چمن ومبلی جا مونده.